دوستان عزیز، برادر خوب من، مواظب باشید با هر کسی که باهات مخالفت کرد، تو خیابون، تو بازار و هر جای دیگر وارد دعوا نشید، چون نمیدونی حریفت کیه. ممکن است دیوونه باشه، معتاد باشه، بیمار روانی باشه، یا کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد و ممکن است در موقعیتی قرار بگیرد که عصبانیتش در شما خالی کنه. تماشا کنید ببینید اون لنکروز نمیدونم شاسی بلنده پسر پیاده شد قرمزه، یارو سوراخش کرده. نمیدونم چی بگم. خواهش میکنم تو میتونید اینو شیر کنید واسه دوستان بفرستید. میگه هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. هیچ چیز مشخص نیست. لطفا نگاه کنید چقدر دل و جیگرم داره. پیاده میشه، دستمال در میاره، خون رو ماشین پاک کنه، باز میره، دوباره برمیگرده. انگار نه انگار که آدم کشته، یه جوون کشته. شاسی بلند سفیدم یا پارادا هست، نمیدونم چیه. اینجا بی خیال وایسیده. باور کنید من این فیلم یکی از دوستا برام فرستید، صدا